نخستین مرافع دادگاهی چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمیخته امروز 28 فوریه در بینای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه برگزار شد. قرار بود مرافعه ساعت 10 آغاز شود، ولی دادرس کمی دیر آمد و شرکت‌داران مرافعه ساعت قریب 11 به بینای بازداشتگاه وارد شدند. نخست دادرس اجازه داد که خبرنگار رادیوی آزادی بدون دستگاه ثبت به تالار مرافعه راه داده شود، ولی وقتی خبرنگار رادیوی آزادی وارد تالار مرافعه شد، بعد از چند دقیقه کارمندان بازداشتگاه آمده گفتند که مرافعه بعد نصف روز گذاشته شده است و از شرکت‌داران خواهش کردند که تالار را ترک کنند. کارمندان بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه خبرنگار رادیوی آزادی را بیرون کرده و گفتند که بعد از نصف روز حاضر شود، ولی وقت بعد از نصف روز ما برای شرکت در مرافعه چهارشنبه به بینای بازداشتگاه آمدیم، کارمندان بازداشتگاه دیگر به ما اجازه شرکت ندادند. ولی در مرافعه چهارشنبه دو وکیل دفاعی او، پدرش و همچنین بعضی از نزدیکان دیگرش شرکت داشتند. پدر چهارشنبه و هم وکیلان دفاعی این ورزشکار در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفتند در نخستین روز مرافعه پروکورور و یا دادستان برآمد کرده و همچنین 2 نفر از شاهدان پرسیده شدند. به گفته شرکت‌داران این 2 نفر شاهد ضد چهارشنبه گواهی دادند. دادرس مرافعه نوبتی را روز چهارشنبه و یا پنجشنبه تعیین کرده است. یک شرکت‌دار این مرافعه گفت که دادرس به آنها هشدار داده است که بعد در مرافعه بعدی تنها وکیلان دفاع پدر و مادر چهارشنبه راه داده می‌شوند. دادرس سفر نورعلی زاده معاون رئیس دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی بعد از بیرون شدن از تالار بازداشتگاه موقتی صحبت نکرد. عوضخان پهلوانوف پدر چهارشنبه بعد از بیرون شدن از تالار مرافعه به رادیوی آزادی گفت وضع صحتی پسرش خوب بود و از دادرس می‌خواهد که او را آزاد کند، چون به گفته عوضخان پهلوانوف پسر او گناهکار نیست. همچنین به گفته پدر چهارشنبه در مرافعه اولین که امروز برگزار شد، دادرس از آن چند سوال کرده است. چهارشنبه ورزشکار محاربه‌های آمیخته روز 31 دکمبر سال گذشته از روسیه اخراج شد و مقامات در دوشنبه او را بازداشت کردند. مقامات تاجیک چهارشنبه را بعد دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت گمانبر می‌دانند. خود او و نزدیکانش این عیب‌نامه را رد می‌کنند. مولا رجب یوسفی برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.